سلام دوستای خوبم، امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوش باشه. میخواین بدونین که رنگای پاستلگچی چطور با هم ترکیب میشن؟ پس با من همراه باش تا ببینی چطور رنگای پاستلگچی با هم ترکیب میشه. 3 روش ترکیب رنگ پاستلگچی داریم. روش اول، رنگ ها رو به صورت مستقیم روی کاغذ میاریم به این صورت، یعنی خود پاستل رو روی کاغذ میکشیم و این شکلی محوش میکنیم. روش دوم، رنگ پایه رو به صورت مستقیم روی کاغذ میکشیم، رنگ تیره تر. بعد رنگ‌های دیگر رو با یه چاقو یا هر چیز تیز پودرش میکنیم و رو کاغذ میریزیم و بعد اونو با انگشت محوش میکنیم به این صورت. روش سوم، تمام رنگ ها رو به صورت پودر شده با هم ترکیب میکنیم. این کار یه بافت نرم و لطیف بهمون میده و یه حالت محو به خودش میگیره. از این روش میتونین برای پس زمینه کارتون استفاده کنید، چون خیلی صاف و یه دست و تمیز در میاد. من خودم روش سوم بیشتر میپسندم و بیشتر ازش استفاده میکنم.